آنهایی که در نیمه دومی عصر 20 در سمرقند زندگی داشتند، دکانی مشهوری کتاب‌های تاجیکی را که با نام تاجیک کتاب معروف و مشهور بود، خیلی خوب در یاد دارند. بینندگان عزیز، من این بینایی که شما در قفای من می‌بینید مدرسه بزرگ و مشهوری بیبی خانم است و محض در شفت آن در این بینای یک قبطه باشد، همان دکانی مشهوری کتاب‌ها دکانی تاجیک کتاب جایگیر بود. یا مغازه تاجیک کتاب بود. همجا عمده کتاب‌های درسی می‌خریدیم. من در مکتب 8 خونده تمام کردگی و همین تاجیک کتاب عمده کتاب می‌خریدیم. کتاب‌های ادبی. من همجا تاجیک کتاب مغازینش بود. هر کجا آمدم کتاب می‌خریدم. کنی او کشاده شود. من یکی از اون شخصان خوشبخت هستم که محض از تاجیک کتاب بسیار کتاب‌های کمیاب نادر پیدا کرده با نرخ ارزان با چیزی که حالی در تاجیکستان پهن نشده ما با یکم آمده میرسید. سالهایی که من در روزنامه آب سمرقند همچون خبرنگار خاصه کار میکردم، من همین مسئله را برداشتگی بودم که تاجیک کتاب کجا رفت. افسوس که ما با این سوال خودمون جواب یافتن نتوانستیم. اگر همین باز پیدا شود، باز تاجیک کتاب شود، رشته های دوستی ما با تاجیکستان باز مستحکم شد. اگر باوری دارم که برای مستحکم کردن دوستی خلقو سهم ارزان نمیگذارد. ما برای معلومات دقیق گرفتن به خاندان ولیزاده ها مراجعت نمودیم، زیرا مدیر اولین آن مرد خیرتمند و دوراندیش مرحوم عبدالرحمن ولیزاده بود و از نماینده سلاله علیشیر ولیزاده درباره تاریخ تشکیل این مسکن زیا چنین معلومات ها را گرفتیم. پدر ما ولیزاده عبدالرحمن خان در پدریکسکی اینستیتوت می‌خواندن. همونجا به اینها با قلمزاده، معصومی، بهرام شیر محمد و میرزا ترسونزاده من اون سال‌ها خوندم. بعد از که اینجا خلق نکردم، اینجا کار کردن یک چند وقت. بعد از اون اونجا بودن که ما سمرقند وطنم میرو. ولی که این همین وطنم میرو بودن و یا بودن که نباشد اینجا تو گشته اینجا نمیبی. چون که اون راو بیام که میشد. برامون ما هم یک تاجیک کتاب همینجا میکشه. همین تاجیک کتاب با اونش کردی. تو اینجا آمده یک دیدار یک دیگری میبینیم بودن. با همین تاریخ 61 سال همین مغازه تاجیک کتاب برقرار شد اینجا و این وقت میدان ریگستان ما بود. از هر جا، از بخارا هم، از چرچیق هم، از قزاقستان هم، همه جا بسیار میامده مکتب ها تاجیکی بود و همه سینپ های تاجیکی بسیار بود، مکتب هایش هم بسیار بود. 72 سال موزه تشکیل شد ریگستان بعد. ما از اونجا کتن که این گذری تاشکندی تاشکینسک گذار میگه همین جبه پیش بیبخانون مدرسه بیبخانون و همین جبه این مغازه از نو با ساختن نکن. ما همین جبه با از نو 72 سال این مغازه ساخته. همصحبت دیگری ما انسانی معرفت پرور عطا احراروف عاید تاجیک کتاب فکر و عقاید خود را چنین ابراز داشت. مغازه تاجیک کتاب مناسبت بین ازبکستان و تاجیکستان به یک شکل خلاصه و همیشه گفته ممکن که غیر از بهبودی معرفت و سواد و دانش همین خلق را، فرزندهای همه خلق را بهتر کردن، دیگر چیزی اینجا یکان ناشایان نیست. کتاب این البته برای معرفت خلق خدمت میکند. میدونید این از کتاب‌های درسی سر شد. وقتی که کتاب‌های درسی اینجا میبیاد و خب و استفاده میکنند، چرا همون قطعی همین کتاب‌های بدیهی نمیآید؟ البته به این مسئله هم راه شده شد. کتاب‌های بدیهی می آمدگی شد. وقتی که سالی‌تر این مغازه کشه تاشکندی شده شد در شفت دیواری بیبی خانم، اونهایی که با بازار میبیان بعد که کارشون به ترتیب آوردن و فروختن و خریدن و غیره با اون اصحاب انجامشون هم تو بیدن تاجیک کتاب البته میدر آمدن کتابه تماشا میکردن بین فروشنده اینو و بین خرنده خولنده هم یک صحبت عجایب باش می آمد و قزق که خیلی با این دفعه میبیام همین کتاب من خریدنی بودم اگر مواد همین که گپ شود ولیزاده اکو گوش کن من این کتاب از تو
حویرگیر این دفعه بیا اگر پاپسال اون طرفشو خودت بدونی همین خیلی کتا دلی آدم بیافتن و کتابا پهنش رو بیرم. مانا درباره تاریخ تشکیل تاجیک کتاب معلومات گرفتیم. اما طوری که میدانیم تاجیک کتاب سال 2005 بسته شد و سبب بسته شدن آن را نیز پرسان شدیم. 91 سال همونجا مستقلی تاجیکستان هم مستقلی ازبکستان هم مستقلی شد. این چیزها از بین رفت. مکتبا همچی بعض مکتبا و سینما بسته شد. ازبکستان خودش درسی کتابای برآورد با پروگرامی ازبکستان راه آمد بجا قین شد. من 16 سال با تشبوس پرزیدنت هم شبکه میارمانش و این تاجیکستان پرزیدنتشون شریفی مالی رفتنش کردم کردی با واسطه همه من از یال من دوستی برقرار شد راه آمد بسیار شد. اخوان واضح این مسئله تاجیک کتاب خیلی کن بعضی معماش هست همین معماش حل شود کرد تاجیک کتاب از کنار کشور میشد. در نزدیک مغازه کتاب کیوسک‌های سیار پیدا شدند. یکیش در پیر اینستیتوت بود این کس بود رهبر. ساعت‌های معین کار میکردند. باز یک کیوسک دیگر هم سیار در خود رگستان بود. وقتی که پدرم همین مغازه تاجیک کتاب شدن ما همه به تاجیک کتاب یاردم میدادیم. کتاب‌های بسیار می آمد. اچرت بود کتاب با همین خیلی اچرت بود که اکنون یک کس دو کس ده کرده نمیتوانست. برای همین ما همه رفته یاردم میدادیم پدرم با از کوهم رفته میرفتن باز همونجا با سونی به اونجا با هر زمان واخوری ها تشکیل میکردن پدرم همین تاجیک کتاب با لایق شیراری بسیار می آمدن بالتا ارتیقف می آمدن عدش استاد می آمدن رسول خان هادی زاده می آمدن از ادبیاتشون فضلالدین محمدیف می آمدن همونجا با واخوری ها میکردن گپ زنانی ها میکردن همونجا کتاباشون وای ها پیشنهاد میکردن سونی از همون کتاب های وای ها پیشنهاد کردگی البته پدرم رفته می آوردن سونی یک خصلت خوبشون همین بود که یگان کس به کتاب از مغازه نمی برآمد نگیردم که میگفتن که من این کتاب برید شما یک خونده بینید اگر معقول نشود این هفته آورده سونی من به میتید که معقول نشد گفته دیگرش من شما به میتیم گفته به پول میدادن کتاب لیکن همه وقت اچرت بود از ولایت ها می آمدن از قشقدری فرغانه اندیجان همین خیلی کتابخانه هم وقت بسیار بود است میکن حاضر یک تا دو کسا بازار میبینید مغازین های کتاب با کسی که مگذارد اینجا چی با اچرت میگفتن ده و ما گذاشته حتی ما پیش دربه میستودیم ده تا بیدر آوردیم که جای نموگونجا دو چهار طرف توپلنگ نکنن گفته سونی وایو که برآمد این طرف با ما می‌دروردیم هم با یاردم با می‌رفتیم از درس که برآمدیم می‌رفتیم یاردم با انا روزای عادی همونجا با یاردم می‌رفتیم البته علیشیر ولیزاده امروزها که مناسبت‌های دوستی بین دو کشور رو به بهبودی نهاده است می‌خواهد که باز تاجیک کتاب را برقرار نماید تا اینکه برای به سمرقند گستردن علم و معرفت سهم گذاری کند اما چند معماهایی هستند میگوید او از زمین ها از طرف حکومت با اکسیون خرج کردن دکو لیکن ما امکانی نداریم اگر ما 2 ساعت کوادرات به اینجا و از شهر جدا میکردن اگر ما مغازه از گم شدیم مغازه تاجیک کتاب مثلا 10 سال روشن 10 سال اورد فروختن دکو برای که این خودش اپرات کنه براش ما دیگه چیزایی از تاجیکستان بتویم همین تشکیل کرده همین کتاب آورده همینجا ارزان کرده فروختن ممکن همین راهش کردی اما تاجیکستان میان کتاب جدا قیمت چون همه شخصی شده گیریم. درباره موجودیت تاجیک کتاب و موقع آن در حیات معنوی و فرهنگی سمرقند پروفسور دانشگاه دولتی سمرقند عالم ادبیات شناس استاد صدری صدیف و تاریخ شناس علمخان کتایف چنین عقیده دارند. کمالیابی ما به کمک کردگی برای ما منبع دانش بدگی برای ما متریال های علمی رو و اختصاص رو به دست می آوردگی برای ما مکتب های ما کتاب های درسی رو برای مردم تاجیک دسترس می کردگی یگانه دکان کتاب بود سمرقند تاجیک کتاب گوید اگر سمرقند می فهمیدن کتاب هایی که از دوشنبه جارهای دیگر بازن که به سمرقند آمده رسیده است به زبان تاجیکی
برای تکامل ما، برای دانش خود رو افزون کردن ما، این تاج کتاب رول بازدگی. ما بهترین، ضرورترین کتاب را برای هم تکمیل دانش کردن، هم تحقیقات مثلا علمی بردن، در ساحه اختصاص خود ما کار کردن، مواد را، کتاب را از تاج کتاب دسترس میکردیم. ما دوشنبه نمیرفتیم. نهایت ضرر دید از جهت فرهنگی، مردم ضرر کلان دیدن، ضرر معنوی کلان شد بسته شدن این دکان کتاب. بنابراین ما طلب ما هم، نهایت التجای ما هم همیشه همین است که این دکان گشوده شود. اگر همین کار اجرا شود، اگر ما از حکومتداران، مؤسسه هایی که وابسته به همین کار است، خود بسیار خرسند می بدیم. مولانا جامی خوشتر ز کتاب در جهان یاری نیست، در غم کرده زمانه غمخواره نیست فرموده بودن. عبدالرحمن خان ولیزاده مدنیت سمرقند مابین مدنیت ازبک تاجیک و یکی از اساسی آدمان شخصیت آدم بودن که از تاجیکستان نیک کتاب‌های آورده تحفه می‌کردند. نه فقط کتابخانه خودشان با اونجا از 750 کتاب اکادمی علوم ازبکستان تحفه کرده بودند. اونجا نوشته مونده بودیم عبدالرحمن خان ولیزاده تحفه اتکن کتابlar تا حالی نوشته است. لیکن من می‌خواستم که کار درباره کتابخانه از فراموش نشود و کتابخانه باز از دیگر تشکیل کردن در کار. از برای تاریخچیان، از برای ادبیاتچیان جدا ضرور این کار. البته ما نیز امید بران میکنیم که متصدیان هر دو کشور در جاده برقرار نمودن این مسکن تاریخی معرفت تاجیک کتابی سمرقند به احیاگری آن علیشیر ولیزاده در حل معماها دستی کمک دراز میکنند و در صاحب معرفت گردانیدن جوانان سمرقند سهمی ارزنده میگذارند و در صیقل روی زمین باز یک مسکنی زیبا قدم افرازد.